نرم افزار AnyDesk که یکی از پرکاربردترین نرم افزارها برای گرفتن ریموت یا پشتیبانی از راه دور استفاده میشد، مورد نفوذ هکرها قرار گرفت و توی این حمله سایبری که هکر به سرورهای اصلی AnyDesk نفوذ کرد، تونست که سورس کد هایی که روی سرورهای اصلی وجود داشت رو سرقت بکنه، سرتیفیکیت هایی که برای بحث امن‌سازی داره استفاده میکنه AnyDesk رو سرقت بکنه و حتی پسورد این سرورها رو هم ریست بکنه و میتونیم بگیم یه دسترسی کامل رو روی سرورهای AnyDesk به دست آورده. که البته AnyDesk پس از اینکه این اطمینان رو داشت که مورد حمله قرار گرفته، این سرتیفیکیت ها رو تغییر داده و سرتیفیکیت های قدیمی رو باطل کرده و قاعدتاً یک سری پروتکل ها و نکات امنیتی رو روی سروراش ایجاد کرده و نسخه جدید ارائه داده و زمانی که اگر بخوایم ما مجدد از AnyDesk استفاده بکنیم، باید بریم توی سایت AnyDesk یا حالا سایت ایرانی و آخرین نسخه‌ای که AnyDesk ارائه داده با سرتیفیکیت های جدید و تغییرات جدیدی که اعمال کرده بیایم و از AnyDesk نسخه جدید برای بحث پشتیبانیمون استفاده بکنیم. که اینجور پشتیبانی ها و اینجور ریموت گرفتن ها دوستان به صورت واسط انجام میشه. یعنی ما از سرورهای اصلی AnyDesk که روی سطح اینترنت پابلیش هست داریم برای کار خودمون استفاده میکنیم. و اگر بخوام این موضوع رو برای شما بازترش بکنم، یعنی زمانی که من میخوام یک پشتیبانی و ریموتی رو از یک شرکت و یا یک سازمان بگیرم یا ریموتم رو به کسی بدم، باید یک AnyDesk رو روی سیستمم نصب بکنم و مطمئن باشم که من به اینترنت متصل هستم. زمانی که اینترنت وصل باشم و AnyDesk هم نصب میشه بالا میاد، حالت کانکتدش رو میبینم و حالت تیک سبزی که فعال میشه یک کدی رو در اختیار من قرار میده و اون فردی هم که قرار ریموت به من بده هم باید همینجوری باشه، به اینترنت متصل باشه، AnyDesk رو باز بکنه، یک کدی رو دریافت بکنه و حالت کانکتد رو روی صفحش مشاهده بکنه با تیک سبزی که وجود داره. و زمانی که ما هر دومون فعال باشیم و عملیات ریموتمون اوکی باشه، حالا هر کسی که بخواد ریموت رو به دیگری بده باید اون کد رو در اختیار فرد مقابلش قرار بده و زمانی که اون کد رو قرار میده و طرف مقابل هم کد رو وارد میکنه، میتونه عملیات ریموت رو با هم روی سطح اینترنت با استفاده از سرورهای واسط داشته باشن. که البته خیلی پیشنهاد نمیشه برای سازمانهایی که کریتیکال و مهم هستن بیان و از سرورهای واسط و نرم افزارهای واسط برای بحث ریموت استفاده کنن و بهتره که این ریموت رو روی شبکه خودمون با بستر امنی که براش فراهم میکنیم ایجاد بکنیم و با استفاده از فایروال ها و بروزترین تقریبا سروری که ارائه شده بیایم ریموت رو به دوستانمون بدیم و زمانی که حتی دوستان داریم این ریموت رو میدیم بیایم محدودیت رو براش ایجاد بکنیم. برای مثال زمانی که من میخوام ریموت رو بگیرم، دارم از یک آی پی استفاده میکنم، اگر که از آی پی پابلیک دارم استفاده میکنم و آی پیم به صورت رندوم و در بازه زمانی کوتاه تغییر نمیکنه، بیایم فقط برای اون آی پی خاص اون شرکت، اون فرد و اون سازمانی که میخوایم ریموت رو بهش بدیم این ریموت خودمون رو محدود بکنیم و این محدودیت به ما کمک میکنه که کمی امنیتمون قابلتاً افزایش پیدا میکنه و حتی بحث مانیتورینگ رو روی اون سرور میتونیم ایجاد بکنیم زمانی که داریم ریموت میدیم، که بحث ریکوردینگ رو برای مثال یا کپچر کردن رو داخلش داشته باشیم که یا زمانی که لازم شد بلا فاصله بتونیم حتی از راه دور هم سشن رو قطع بکنیم. که بهترین گزینه استفاده از سرورهای داخلی خودمونه، البته به شرایطی که ناآگاهانه نباشه و بیایم یه سروری که حالا امنیتش رو فراهم کردیم رو به دوستان بدیم. اگر نه که میخواید استفاده بکنید، بیاید از نرم افزارها از آخرین نسخه، برای مثال همین AnyDesk، از آخرین نسخهش استفاده بکنید و اطمینان حاصل بکنید که پسورد ها رو هم تغییر دادید و قابلتاً امنیت رو کمی افزایش دادید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و شاد و پیروز و موفق.